خب سلام علیکم بچه ها. یک روز یک شخص ما را گفت که چقدر کارت اگر کوچه گم که باشی مثال میگیریم امانت بانک چقدر بیوه همین موضوع ما خودم در اجایی بغلطید برای هم که امرا یک گفتیم جواب شد یافتیم مثال برای یافتن کد کارت گم شدگی آسانه مثال کد کارتتون رو گم کردین نمیدونین چند بود انا میخواین که واستنوید کنین یا آسانه خب همین сообщение اینجا وارد میشه چرا که من اینجا فقط صورت قطعش نشون میدم خب همین сообщение اینجا وارد میشه بعد که сообщение اینجا وارد شده مثال میگیریم همین کدی 5151 یکی مثال شما در دوی ما сообщение میوه کو هم مثال پولتون اینجا رصد کردین اینجا رصد کردین اینطوری сообщение میوه همون در وارد میشه خب بعد که اینجا در وارد شده خلاص که همین جایی که اتودنی сообщение هسته که ویدیتی تکست در این قسمت پایانی هم قسمت پایانده یا کدی هر جایی با که همراه می نویسونیم مثل 1885 این دویمو های 1885 هم می نویسونیم یک تا پروبل یعنی جای خالی میمونه و 4 رقمی آخری کارت ما در اینجا می نویسونیم بعد که 4 رقمی آخری کارت را نویسوندیم اهمیت داشته باشین که اینجا جای خالی میپرتیم این روی میکنیم همه دا сообщение ده یکتان لحظه پس ممکن یکتان لحظه پس همه شما دست сообщение میاد که در آنجا کدی نوی شما با شما چیه گفتش دیگه کدی نوی کارتاتون آب سر بلند و خانه آباد باشین